سرخط مهمترین خبرها: مادر شراف‌الدین گدایف مخالف حکومت تاجیکستان را با درخواست فیسبوک بازپرسی کردند. چرا منصبداران متهم به قلابی با جریمه آزاد می شوند و منتقدان حکومت زندانی؟ و سراج الدین مهرالدین گفت تحریم ها بر روابط دوشنبه و مسکو تاثیر نمی رساند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 17 آگوست سال 2023 است. مادر شراف‌الدین گدایف، یکی از سیاستمداران مخالف دولتی تاجیکستان، میگوید دو کارمند اداره‌های انتظامی با درخواست فیسبوک یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه به خانه او آمده درباره پسرانش پرسجو کردند. عایشه عبدالله و 72 ساله روز 16 آگوست در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت ماموران امنیتی از او درباره سراغ شراف‌الدین گدایف و دو پسر دیگرش پرسیدند که در روسیه زندگی میکنند. عایشه عبدالله و گفت من به آنها گفتم که شراف‌الدین در آلمان است و بعد پرسیدند مواد مخدر استعمال میکند، نوس میکشد یا عرق میخورد. به قبل مادر سیاستمدار تاجیک مقامات به او گفتند که با درخواست فیسبوک روسیه برای پرسجو آمدند و از او بیانات گرفته رفتند. خود شراف‌الدین گدایف در رابطه با این پرسجوی مادرش به رادیوی آزادی گفت البته این رابطه دارد به فعالیت‌های سیاسی من و موقعیت‌های من نسبت جنگ اوکراین و بین روسیه و غیر از این در اینجا حکومت تاجیکستان منفعت‌دار است که نسبت من در روسیه پرونده نو می‌سازند برای مانع شدن گشت و گذارها در خارج کشور. غیر از این روسیه برای سرکوب کردن نیروهای دموکراتیک در تاجیکستان منفعت‌دار است که در اینجا نیروهای دموکراتیک نویان. شراف‌الدین گدایف رهبر سازمان اصلاحات و رشد تاجیکستان است و یکی از منتقدان سخت حکومت به شمار می رود و عین زمان در هلند زندگی می کند. رهبر پیشین دستگاه حکومت ناحیه رشت که با اتهام قلابی در حجم مخصوصاً کلان بازداشت شده بود با پرداخت جریمه آزاد شده است. مسئولین آژانس ضد فساد ضمن نشست خبری گفتند خال محمد آرتیقوف 60,000 سومن جریمه و از تالار دادگاه آزاد شد. آرتیقوف 64 ساله اول سال روان بازداشت شده بود. نصرالدین نظامزاده سردار ریاست تفتیشاتی آژانس ضد فساد ماه فوریه امسال گفته بود علیه رهبری دستگاه حکومتی ناحیه رشت بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی یا قلابی در حجم مخصوصاً کلان پرونده باز کردند. این بند قانون از 99,000 سومن جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. نکته شبه‌آور این است که کمترین حد جزا در این بند قانون با حساب نشان دهنده برای حسابها قریب 100,000 سومن است. معلوم نیست که رهبری پیشین دستگاه حکومتی ناحیه رشت از حد جزای کمترین هم حکمی سبکتر گرفته است. خال محمد آرتیقوف یگانه منصبدار بازداشت شده نیست که با جریمه آزاد می شود. اقبال نعمت‌الله سابق مدیر معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت گردیده بود با پرداخت 68,000 سومن جریمه رها شد. ظفر قادرزاده دادرس سابق دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان را هم که به ساخته‌کاری و سوء استفاده از منصب گناهکار شد با بیش از 70,000 سومن جریمه رها نمودند. او ماه دکتبر سال گذشته دادرس ولایت تعیین و بعد از 4 ماه بازداشت شد. آزادشوی مقامداران با جریمه در حالی است که با همین اتهام قلابی بعضی از منتقدان حکومت به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. یکی از آنها عزت امان است که با اتهام قلابی 15 سال از آزادی محروم شد، هرچند خودش و خویشاوندانش گفتند هیچ گناه ندارد و تنها برای تنقیدهای سختش از حکومت و رهبران تاجیکستان مقامات از آن نقار گرفتند. تحریم‌های غرب ضد روسیه بر روابط دوشنبه و مسکو تاثیر نخواهند داشت. در این باره سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه 15 آگوست ضمن نشست خبری در دوشنبه اظهار نظر کرد. مهرالدین گفت تاجیکستان خواهان تحکیم روابط با روسیه است، ولی او این را هم تاکید کرد که کشورش ضمن سیاست درهای باز با همه دولت‌ها روابط گسترده خواهد داشت. اظهارات مقامات تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که مهاجران تاجیک در روسیه بازداشت و تحقیر و هم به جنگ اوکراین کشانده می‌شوند. با گذشت 1.5 سال از تجاوز روسیه به خاک اوکراین، مقامات تاجیکستان کوشش می‌کنند در این باره آشکارا صحبت نکنند. تنها خیرالدین عثمانزاده رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان اخیراً گفت دوشنبه در این گیرودار بی‌طرفی را پیشه می‌کند. خشکسالی در شمال افغانستان دهقانان را در حالت ناگوار گذاشته است. کشاورزان افغان میگن خشکسالی بردوام و شدید نه تنها به جان دهقانان خطر ایجاد میکند، بلکه به امنیت غذایی و اقتصاد این کشور تهدید دارد، آن هم در شرایطی که به گفته سازمان ملل میلیون ها شهروند افغانستان در حالت فقر و ناداری به سر میبرند. گزارش بعدی ما در همین باره است.
در حالی که عبدالاحد و کارگرانش در شمال افغانستان از زمین خشک شده خوشه‌های گندم را با دستانشان میکنند، آفتاب تا رفت زمین‌های تشنه‌لب را میسوزاند. دهقان 55 ساله قبلا در یک سال تا 2-3 بار گندم میکاشت، اما در 3 سال اخیر به دلیل خشکسالی توانست تنها یک دفعه کاشت کند. حاصل 9 هکتار زمین او در حال کم شدن است و برای تامین روزگار خانواده‌اش در نهر شاهی، یک ناحیه واقع در ولایت بلخ، به زور میرسد. 3 سال میشه که بیخی خشکسالی است. چاها خوش شده، دایرها خوش شده، جویا چشمها خوش شده، هاو نیست، بیخی به کلی او خوردن نیست. کشتکاری که زمین است که چطور زمین نمیتو به هاوی نمیتو خواست. پیش از خشکسالی آنها بجز از گندم قسم زیادی میوه و سبزیجات مورد نیازشان به مثل خربوزه، پیاز، بایمجان و سبزی را رویانده می توانستند. او تقریبا 28,000 دلار به دست می آورد، اما حالا درآمد از حاصل گرفته‌اش به 1200 دلار هم برابر نمی شود. بنابر گران بودن نرخ گوشت، عائله کلان 15 نفری او بعضا تنها نان و خربوزه می خورد. این زندگی ما مردم، روزگار ما مردم دیده شدیم. قبلا بود روز 2 دفعه 3 دفعه گوشت پلاو می‌خوردیم 5 سال پیش. 2 سال 3 سال میشه که خوردن اینه است، چای است، نان است، خشک است، خربوزه هست، نیست، اینه شویله است، شوربه است، دیگه چیزی که نیست. اینه اشتکای ما خودمون نمیره پیدا کنیم می‌خوریم نباشن. خشکسالی بردوام و شدید در افغانستان نه تنها به جان دهقانان خطر ایجاد می‌کند، بلکه به امنیت غذایی و اقتصاد این کشور که 3/1 آن از حساب کشاورزی تولید می‌شود تهدید دارد. کارشناسان میگویند تغییریابی اقلیم خشکسالی را بدتر میکند. بلند شدن حرارت، کمتر باریدن باران و برف در کوهها، آبهای دریاها را کاهش داده خشکسالی را اوج میدهد. شاخص جهانی افغانستان را از لحاظ کشوری که از تهدیدهای مربوط به اقلیم زیاد آسیب دیده است در جای 6 قرار داده است. با گذشت 2 سال از به سر قدرت آمدن طالبان و اخراج نیروهای خارجی از افغانستان، کمبود منابع آب یکی از مشکلات اصلی مأموریت آنها شد. به گفته سازمان‌های امدادرسان و دیپلمات‌ها، با کاهش یافتن کمک‌های بشردوستانه در سال جاری و از جانب هیچ دولت خارجی به رسمیت شناخته نشدن طالبان، میزان کمک‌های رشد برای حل این مشکل محدود گشته است. برنامه جهانی آذوقه‌واری سازمان ملل متحد میگوید در این کشوری که حدود 42 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، بیش از 15 میلیون نفرش با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. 35% مجموع ناخالص ملی را کشاورزی و ساحه‌های مربوط به آن تامین می‌کنند. حالا حاضر ساحه استخراج و کارکرد معدن‌ها هم به رشد اقتصاد کمی کمک می‌رساند. در هر صورت خواجگی افغانستان به کشاورزی شدیداً وابسته است. اگر تغییر اقلیم به کشاورزی تاثیر رساند، پس آن به امنیت غذایی و روزگار مردم تاثیر می‌گذارد. مأموریت طالبان کوشش دارد که از شمال کشور به مسافت 280 کیلومتر کانال بنیاد نماید. در صورت اجرای نقشه مذکور، کشاورزان این منطقه افغانستان با آب تامین می شوند. ولی کشورهای همسایه آن الکی اظهار تشویش کردند که استفاده آب امودریا در افغانستان وضع جمهوری‌های آسیای مرکزی را ناگوار خواهد کرد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خیرمان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 آگوست را فرا می‌گیرد. 17 آگوست سال 2018 یک پژوهش نشان داد که درآمد شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان در 5 سال گذشته از 600 تا 300 میلیون دلار کم شده است. دخالت دولت به کار آنها، اندازبندی شدید و تاثیر تحریم‌های روسیه به درآمد مهاجران تاجیک عامل‌های اساسی این حالت عنوان شدند. 17 آگوست سال 2017 بیست سازمان جمعیتی تاجیکستان از استفاده وسیع انگشت سنگ در صنعت کشور هشدار دادند و گفتند که این سوزشواری در اصل مانع رشد اقتصادی سبز یا از جهت اکولوژی بی‌ضرر می شود. بحران انرژی تاجیکستان مقامات را وادار کرد که کار اکثر کارخانه‌های صنعتی کشور را با انگشت برهماند. 17 آگوست سال 1936 زادروز نویسنده روس زبان تاجیک تیمور ذوالفقارov است. مؤلف بازگشت خواجه نصرالدین الفی مرجانی و ده‌ها اثر و فیلمنامه‌های دیگر در آمیزش تحولات تاریخی و معاصر از نقش انسان و رسالت آن بحث می‌کند. منقدان ذوالفقارov را درویش و حکیم می‌نامند که اذیت‌های دنیا را به دوش خود گرفته و انسان و حکیمان دور جامعه محبت و عدالت می‌پوشاند.
قرب روبل روسی و دلار آمریکایی شبانه روز گذشته تقریبا بی تغییر بودند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 113 سومانی رسیده است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1096 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای تازه را همه ساعته می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.